دوستان سلام. به روز ششم از تمرینات صداسازی خوش اومدید. من رها حکمی و همکارم سیامک رضوی اینجاییم تا روزانه به همراه شما 5 دقیقه تمرین صداسازی انجام بدیم تا اینجوری در مدت زمان کم تاثیر زیادی از این تمرینات رو ببینیم. امروز میخوایم یک روش دیگر از گرم کردن صدا وارماپ رو یادتون بدیم که میتونید قبل از انجام تمرینات هر یک از محدوده های صوتی این وارماپ رو داشته باشید. روش صحیح انجام این تمرین خیلی مهمه که فقط در حالت زمزمه نباشه. اسم این تمرین هست هامینگ، ولی حین انجام دادن شما باید دقت بکنید که انگار یه سیب زمینی داغ داخل دهانتون دارین، این دوتا فکتون یکم از همدیگه فاصله داشته باشه در حالی که لبهاتون بسته است. اینجوری و ارتعاش رو قشنگ باید در قسمت ماسک صورتتون حس بکنید. اگر احساس خارش در بینیتون دارین کاملا طبیعیه و یکی از نشانه هایی هستش که تمرین رو دارید درست انجام میدید. برخلاف تمرینات دیگه که با هم دیگه داشتیم، این تمرین رو به صورت لگاتو یا پیوسته باید انجام بدیم. بریم که داشته باشیم یه دور دیگه از تمرین رو. اگر احساس درد در پشت گردنتون داشتید حتما یه نرمشی به گردنتون بدید. نیم دایره به سمت جلو، نیم دایره به سمت عقب، فقط جلو، سمت راست، عقب، چپ. گردنتون رو حرکت بدید و دقت بکنید که نباید انقباض بیش از حد داشته باشیم. به هیچ عنوان حین تمرین نباید به مرحله درد برسیم. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو لایک بکنید. اینجوری به ما کمک میکنید تا این تمرینات در اختیار افراد بیشتری قرار بگیره. بریم که داشته باشیم یه دور دیگه از تمرین هامینگ رو.
مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. حتما نظراتتون رو برامون کامنت بکنید. اینجوری ما روز به روز بتونیم قدم‌های بیشتری به سمت دنیای شگفت‌انگیز صدا برداریم. تا فردا.